صبحونه ای؟ سلام نداشت. سلام. سلام بابا. دست درد نکن. میخوای من برسونمش مدرسه؟ چیه؟ امروز نکنه خیال داری که بزنی به ماشین فرماندار؟ پدر من چند بار بگم من پشت فرمون ننشسته بودم. چرا باور نمی کنی؟ امیر راست میگه بابا، دست فرمونش حرف نداره. بذار امروز امیر منو برسونه مدرسه. لازم نکرده. تو هم بهتره به جای رسوندن حمید به مدرسهش بلنشی بری لباساتو جمع کنی، فردا باید راهیش ترون. کارخونه پلاستیک سازی؟ بله. جایی که آدم شی. افسره خیلی آدم خوبی بوده بالا. زدی به ماشینش ولت کرده. امیر همه جوره لاتبازی از تو دیده بودیم الا این یکی. ولی من 24 سالمه، بچه که نیستم. جدی؟ یادم باشه که واسه اسفند دود کنم. راستی اون موهای مسخرت هم کوتاه میکنی که فردا رئیس کارخونه نگه از جنگل فرار کردی. اصلا ولش کن، کوتاه نکن. چی کارت میکنه؟ میخواد دارت بزنه؟ تا حالا هیچ وقت رو حرفش حرف نزدم. پس بگو باید یه دوره فشاری کلاس حالگیری واسط بذارم، اون وقت تو هم مثل من حرف تو خونه خریدار پیدا میکنم. انگار نه انگار اینا هم یه روزی همسن سال ما بودن. یه روز عکسشو پیدا کردم این هوا مو داشت. بس مو نبود، لونه گنجش بود. باز تو دهنتو باز کردی؟ چرا میزنی؟ تو هم با این اخلاقت خواستم یه حالی کرده باشیم ها. ناسلامتی بچه ما مهندسای مملکت. البته مهندسای دوزاری خیابون مسکن. خودش راه برا میره آلمان و فرانسه و بلژیک و کوفت و زهرمار اشغالشو میکنه. هر وقت هم کارش دارم ترلیش خراب شده و تو جاده مونده. من که میدونم کجاست. فکر میکنه من خرمو نمیفهمم. 4 سال او سگ جون کندیم. اون همه پول خرج کردیم تا مهندس شدیم. باز باید بریم کارگری. بی خیال مهندسی. آخه مدرک دانشگاه آزادم شد مدرک. ما چه خری بودیم به خاطر این مدرک درپیتی اون همه پول خرج کرد. نمیتونی دهنتو ببندی تو؟ بابا جون دهن ما هم اینجوریه، زیپ نداره. ایران بهشت ایران قشنگترین سرزمین، آب صد باران داره مهمان در اومدی، کوه و دشت و صحرا پر از گل و سبزیه، اگه خواهیم که دریا بگم بهتره دنیایه. گیلان گیلان مرز دلیران هیچ جای رویا نی به مثل ایران. گیلان گیلان مرز دلیران هیچ جای دنیا نی به مثل ایران. مثل ایران سال نمرمو یه رارو یه ممون سلام خون امو فرز دومه فاتا دلی دلنم اینه دندمه گوایو کل سر یومون نسیسی سینالونه یسنمی سدونه. Ay 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 mi morena ne mi corazón. Ay 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 mi morena ne mi corazón. من مرده به برکت غم جای آباده بوده، تیرود خانه آب بگم بیجاره نجنگ بوده. انا خاک پاک رمیر زمان استم میرم، نانم که جره هر جشم غنی دیرم. گیلان گیلان مرز دلیران هیچ جای دنیا نی به مثل گیلان. گیلان گیلان مرز دلیران
سلام. مشکلی پیش اومده؟ 1 ساعته که لاستیکم پنچر شده. هرچی هم میخوام به پدرم اطلاع بدم این موبایل لعنتی راه نمیده. اگه بخواید میتونم کمکتون کنم. ممنون میشم. بله. سلام، خودمم. بله شما باید با مادرم تماس بگیرید. خواهش میکنم یادداشت کنید. 229 45 تموم شد. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. سلام قربان. سلام. بفرمایید. این هم اتاق جدید شما. سلام یارم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید داخل. بفرمایید. خیلی ممنون. چرا متوجه نیستی شهاب؟ اون که بچه نیست و براش تصمیم میگیری. تازه اصلا از حسام خوشش نمیاد. بعد از ازدواج عاشقش میشه. اینو مطمئنم. ببین کی داره از عشق بعد از ازدواج حرف میزنه. خیلی زود جوونی تو فراموش کردی آقا شهاب. زمانمو با حالا فرق میکرد خانم. اینو بفهم. به دخترتم تفهیم کن. چطوره هرچی میخواد باید بگم چشم. اون رو حرف من نبیاره. همون که گفتم. تو هم به جای بحث با من به اون دخترت از خر شکلی بیارش پایین. نمیخوام دستی آدم بیگانه بیام. چه استدلالیه که داری شهاب؟ چون حسام برادرزادته اصل باید تن به این ازدواج بده؟ نه تنها اون برادرزادمه بلکه جوان لایقیه. مطمئنم به خوبی میتونه از دختر و ثروتم محافظت کنه. پس میشه بگین تکلیف عشق و محبت این وسط چی میشه؟ دست بردار توران. چیه؟ یادت رفته خودت به خاطر من کارت به بیمارستان کشیده بود. حالا که نوبت دخترت رسیده همه چی شده مسخره. واقعا متاسفم. نه برای تو، برای خودم. من و تو خیلی از هم دور شدیم شهاب. خیلی. بله. خفه شو عوضی. که صفر سعیدی انقدر این لطفا میزنه و به حد بکنم نشده که لطفا نیست چه بزرسه نمیدونی و بیان میکنی یه بارت سبزنجه بزرسه مشتگه موقع میتونم بپرسم اسم شما چیه؟ خاموش کن میخوام بخوابم. چشم خاموش منم. ببخشید مزاحم خواب تو رفتم. آخه ما دارم واسه لیسانس میخونم، مجبورم شبا بیدار بشم درس بخونم. ببخشید. امروز رفتم سر قبر مامان. تو خودتو تو دنیای خودت غرق کردی. همه چیزو از یاد بردی. خیلی چیزا به من ثابت شد. خیلی چیزا. مادرت خودش الواویز کرده بود. لابد میخوای بگی اونم تقصیر من بود. امیر جان، اون منو واقعا دیوونم میکرد. با استبانی چلاق شدن پای حمیدم مادرت بود.
لابد اونقدر یادت هستش که نخوای بگی بابا داری دروغ میگی. من و مادرت با هم دیگه 10 سال زندگی کردیم. تو این 10 سال فقط یک دفعه با هم رفتیم بیرون. یک بار. مسئله طلاقم الکی من پیش کشیده بودم که شاید سرش بخوره به سنگ و برگرده سر خونه زندگی که من و تو و حمید اینجوری سرگردون نشید. ولی اون هیچ وقت نتونستم فراموشش بکنم. خیلی سعی کردم ولی نتونستم. به خاطر همینم بود که هیچ وقت نذاشتم پای هیچ زنی توی زندگیم باز بشه. خیلی وقتا دلم احواشو میکن. یاره دیکوش بینی ناصر تو رو خدا کوتاه بیا این کارا چیه میری اگه اشتباه نکنه اون تو با پارتی میده اینجا ها؟ آب میخوری؟ دوست بابام یه آشنایی داشت اینجا، یه نامه نوشت، منم اومدم اینجا. اوضاع اینجا چطوره؟ خب اوضاع چیشو میخوای؟ اوضاع اینجا دیگه کارش و اینا سخته؟ نه یاره اگه عاشق کاری باشه اتفاقا خیلی هم آسونه، ولی خب میدونی بس سر طلا که خودت باشه دیگه. فقط یه چیز بهت بگم، اینجا فقط باید مواظب یک بچه پر رو باشی، اسمشم ناصر، دیدش که امشب موقعم که خبرچین سرپرست والا ما که نمیدونم گناهش به گردنم اونایی که میگن اینجا سربازخونه هست؟ اوه یاره اگه اینجا بخوای زیرا بری از سربازخونه هم بدتره. ای بابا بعد چی میگفتم برای بچه های تهران همشون با حاله؟ والا چی بگم نمیدونم. میتونم یه سوال خصوصی ازت بپرسم؟ ها که میتونی بپرس. تو دختری چیزی تو زندگیت هست؟ خب چطور میگه؟ همینجوری میخواستم بدونم، اگه نمیخوای نگو. نه یاره بهت مگم آره یکی تو زندگیم هست. دوستش داری یا سرکاریه؟ نه یاره دوستش دارم. یعنی جدی عاشقشی؟ ها ما جدی عاشقشم، البته خودش نمیدونه. بدونی
به خاطر اینکه زیاد تحویلم نمیگیره. خب البته میگم شاید به خاطر اینکه ما نمیتونم پا با پاش باش بودم یا جلوی دوستاش روش نمیشه با ما را بره. خب حقم داره دیگه. خب ولی فکر کنم تو ماشاءالله یه چند تایی زیر سر داری دیگه ها؟ یعنی به هم میاد همچین آدمی باشن؟ خب اگه ناراحت نمیشه باید بگم آره بهتون میاد. نه تو این خطا نبودم، البته تا دیروز. میشه بهت اعتماد کرد؟ ها اینی چشا راستش دیروز که داشتم میومدم کارخونه تو جاده باهاش آشنا شدم. پنچری ماشینشو گرفتم. ببین نمره چراغ سبز نشون داده یا نه؟ آره شماره تلفنم بهم داده. خب یاره پس چرا واسدی؟ یعنی چی واسه؟ خب برخیز برو بهش زنگ بزنه دیگه. خب طفلی بشیم الان درد دلش منتظر تو، الان با خودش میگه نگاه یاره چقدر بی‌عرض است. خب برخیز دیگه. یعنی تو میگی تماس بگیرم؟ میبینم اون شماره تلفن رو به تو یادگاری داده ها؟ راستش یه جورایی دو دلم، ترسم الان زود زنگ بزنم. دختره دیگه. بی خیال یاره بی خیال. میدونی عشق به همین خطرش میارزه. عشق مثل لیسیدن عسل میمونه رو لبه تیغ اینجوری. میدونی چه مزه میده ها؟ تا به چیزای عالیته. بالاخره به ما میگی یا نمیگی؟ چیو؟ من امیرم. ما یا محمد، ولی اینجا صدا منم پروفسور. صبح بخیرم. چی بود؟ چرا قایم کردی؟ ما نامحرم شدیم لوتی؟ چیزی نیستش که بدنی یک عکسه. عکس؟ نکنه عکس دوست دخترته؟ نمیخوای به داشت نشونش بدی؟ چرا خب نشونت مدام، ولی خب آخه بده زود باش بده. بگم خوشگله؟ آره خیلی بهت میاد. دست درمه. بنزی کافه داره دیر میره. تو لباساتو بپوش تا حاضر آماده میشه ما برم یک چیزی بیاریم اینجا با هم دیگه باخر ما برم باشه؟ برو دست درد نکنه. بگم یاره تو بخوای مخ بزنی گلو خوش مره. ما برم اینجا تا میوه بگیرم یام دیش. خب برو. بگم با کلاس حرف بزنی خب برو. سلام، لطفا اگه میشه قطع نکنید. من امیرم، همونی که پنچری ماشینتون رو گرفت. شماره من از کجا آوردی؟ موضوع مرگ و زندگیه. من حتما باید شما رو ببینم. نه بیشش کنم. سلام است. سلام بچه‌ها. شما خوبه؟ بفرمایید بفرمایید. بگم شما هم بخوریم براتون بگیرم ها. بفرمایید تو خدا تعارف نکنم میرم واسه خودم بگیرم. خب شما این طرف چیکار می‌کنید؟ بگم خودم حالا اینجوری آب میوه نخورده بود و خوشمزه. آره خوشمزه است. میگم می آقا داره ماشین شما رو سکالی منه. شکرت.
چی؟ بریم کارخانه. مثل که یادت رفتی داشته چی اومده بیرون ها. بابا مگه تلفن باهاش صحبت نکردی تو؟ چرا ولی چی؟ ها؟ خب اگه باش کم صحبت کردی بقیه‌اش میریم کارخانه باش حرف بزنیم. اون مسئله کم و زیادی صحبت نیست. قرار گذاشته منو ببینی. کجا با تو قرار گذاشته؟ پارک گلستان. خب یارا پس چرا اومدیم دیجه؟ کجا بریم؟ دوره؟ نه زیاد راهی نیست. میریم سر دوجه ولی با این صورت خونی که نمیتونی بری که. زود میرسیم یا نه؟ آره زود میرسیم. هم یارا این ناظر هم دیوانه رفته 4 نفر آورده که ما رو بزنه. شانس آوردیم که کل بچهای کارخانه رو نیورده دیجه. و اینا میدونی چی میشد؟ یا کل بچه‌ها میزدن ما رو شل بل میکردن یا ما میزدیم کل بچهای کارخانه رو شل بل میکردن. با کار تعدیل برو. تو میرفتی ولایت خودت ما میرفتیم پیش ننه خودت. سلام. خیلی خوب. منظورتون از اینکه گفتیم موضوع مرگ و زندگی چی بود؟ شما همیشه انقدر عصبانی هستید؟ بستگی داره. به چی؟ بهتره موضوع رو عوض نکن. راستش من از شما خوشم اومده. مگم ماشاءالله به چش خواهری چقدر خوشگله. چی؟ پس هم میفهمی چی داری میگی؟ بهم میاد آدم نفهمی باشم. چی شده احمد؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه بازم سر کله ناصر و دوستاش پیداشون شده. آره؟ این پدر ناصر رو داره دستش یه بدتر از ناصر. یا ما برسان فکر کنم دارم بدبخت میرم دوباره. مثل آدم حرف بزن ببینم چی شده. یه تا اصلا مدنی این کی بود؟ ها؟ اصلا مدنی پدر این کی بود اینو میشناسی؟ من همش چند روزه دیدمش. چطور انتظار داری پدرشو بشناسم؟ خودم مدرسم که پدر اینو نمیشناسی وگرنه لا بابا حرف بزن ببینم چی شده. جا این دختری که تو میبینی میدونی کیه؟ دختر آقای غریبیه. دختر صاحب کارخانه. میفهمی صاحب کارخانه؟ حالا حق دارم بهت بگم هم بدبخت رفته ما بیچاره؟ به خدا اگه بخواد بیشتر از این به من فشار بیاره خودمو میکشم. حالا ببین که اینو گفتم. این چه حرفیه که میزنی عمه جون؟ تو که بچه نیستی. چند وقت یکی دانشگاه شروع بشه خودم پدرتو منصرف میکنم. چه میدونم اصلا بهش بگو که تا وقتی درست تموم نشده نمیخوای ازدواج کنی. اونم مجبور قبول کنه. حالا اگه پسر خوبی بود دلم نمیسوخت ولی
امیدوارم بتونم از خرشایتون بیارمش پایین. خب حالا دیگه بهتره بری بگیری بخوابی. قربون اون چشای آبیت بشم. سعی کن دیگه گریه نکنی ها. البته گریه برای چشات خیلی خوبه. برو بخواب عمه جون. شب بخیر. سلام آقا. خانم دکتر کاروبار چه خبر؟ ای بد نیستش. تازه اولش مال تا را بیفتیم کلی مونده. خب توران جون دستت درد نکنه. کجا؟ تو که هنوز چیزی نخوردی؟ والا حرفای شوهرت اشتهامو کور کرد. من میرم از اصل خداحافظی کنم. اصلا واقعیت رو به پدرت بگو. بگو چه آدم کثیف و لشیه. دختربازی و خوشگذرانی که به نظر بابا لشبازی نیست. اصلا به خود حسام بگو. بگو یکی تو زندگیت هست امکانش از سر غیرت بیاد و دست از سرت برداره. من که کسی رو ندارم عمه جون. خب یه دروغ مصلحتی بگو جونم ها. خوبه؟ سلام علیکم. دیر که نکردم. ببین حسام، میخوام بدون رو درواسی باهات حرف بزنم. خب چی شده؟ من نمیتونم باهات ازدواج کنم. بهتر دست از سر من برداری. ماشاءالله برای پسر به خوش تیپیه تو که دختر زیاده. دور برات هم که کم شلوغ نیست. با کسی دیگه ای در میونه؟ من تازه دانشگاه قبول شدم. تا 4 سال دیگه هیچ تصمیمی راجع به ازدواج نمیتونم بگیرم. پرسیدم پای کسی دیگه ای در میونه؟ میتونی اینجوری هم فکر کنی. ولی عمو به من قول داده بود. پدر قول داده. من که قول ندادم. دادم؟ ببین تو نمیتونی با زندگی من بازی کنی. هیچکی نمیتونه با زندگی من بازی کنه. هیچکی، میفهمی؟ سلام. یا امام رضا چی شده؟ بابا نمیدونم چه بلای سر اومده، همینجوری به ما آقام خوروزی به نخونشون من نمیم، نمیدونم چی کار کنم. ببین تو رو خدا حداقل یه دقیقه به حرفم گوش بده. به جون مادرم من سلام آقا. تو ندیدی که این بیچاره خونریزی کرده؟ قربان ایشون خواب بود، اصلا خبر نداشت که ما چه اتفاقی برام افتاده. آره من خوابیده بودم.
بله میگم که امشب خیلی زحمتون دادم، دست شما درد نکنه بابا. خب بگیرید بخوابی، فردا یادم میرید بفرستم درمون کن. چشم قربان، چشم حتما. شبتون بخیر. میشه به هم بگی چی شده؟ هر چی بود یاره به خیر گذشت. خب حالا تو به ما بگو چی کار کردی؟ بهت خوش گذشت؟ تو خیلی با معرفتی احمد، خیلی. بله. سلام. تو رو خدا قطع نکن، من مزاحم نیستم. با حداقل یه دقیقه به حرفام گوش بده. چه اشکالی داره؟ یه مدت من امتحان کن، شاید همونی باشم که تو دنبالشی. ولی تو از کجا میدونی که من نامزد ندارم؟ میدونم، قلبم به من دروغ نمیگه. اینجوریشه دیگه، ندیده بودم. میشه خواهشی بکنم؟ تو که نیاز به خواهش نداری. یعنی دستی فهمیدید که حرف دلمو بزنم دیگه، درسته؟ تو رو خدا فقط نه نگیم. تو که هنوز چیزی نگفتی. میگم، اول قول بده. تو نوبری به خدا. میشه جامعه تو پارک جمشیدیه ببینمت؟ تو رو خدا. خندیدی؟ 100 ساعت 2 منتظرتم. داشتم با خواهرم صحبت میکردم آقای یعقوبی. جدی؟ چند ساله که ندیدیش؟ منظورتون نمیفهمم. هیچ اشکالی نداره، کاری میکنم که بفهمی. برای شروع میشه اسمتون رو بدونم؟ فکر کن نسری. نسرین یاد نمیاد. حالا برو سر اصل مطلب. اصل مطلب رو شما باید بگید، من همه چیز گفتم. فقط میتونم بهتون قول بدم هیچ وقت کاری نکنم که پشیمون بشید. من باید فکر کنم. میشه اسم واقعیتون رو بدونم؟ باشه، برای وقتی فکر می‌کردم. باشه، حتی شما بخوام. بله. سلام، من امیرم. امیر کیه؟ همون بچه پررو دیگه. چیه، کاری داشتی؟ حتما تا حالا فکراتو کردی مگه نه؟ حالا تو رو خدا جواب منو بده. به یه شرط حاضرم. هر شرطی که بگی قبوله. قول بدی با هم صاف و صادق باشی، مثل دریا. قول میدم صادق ترین آدمی باشم که در تمام عمرت دیدی. میتونی از این به بعد عسل صدام کنی. نه من چرا موافقو نماخره. چه خبرتونه؟ 1 ساعت از خاموشی گذشته. موقعم یک ذره بدنم خوش رفته و گفتم یکم ورزش کنم چون سر حال بیام.
ببخش موزن خوابتون رفته ما. خجالت نمیکشی؟ چرا روزشو بخیر الان یکی خجالت میکشم. کنشو جمعش کن بگیریم بخوابی. یا اون بزن هم باید بخرفتیم هم بیچاره. احمد چی شده؟ میره حسام پسر یعقوبی. حسام؟ اون ما رو از کجا میشناسه؟ میره ما رو که میشناسه که کو؟ تو اونجا نشسته رو برو. بریم امیر بودو. پسر یعقوبی چه ربطی به تو داره؟ بریم تو رو خدا بعدم بهت میگم بریم. با این عوضی اینجا چیکار میکنی؟ با تو هم کثافت. حرف بزن. چرا لالمونی گرفتی؟ تو به خاطر این تنلج به من جواب ندادی نه؟ امیر ولش کن پسرمومه. یه نه چرا دعوا میدی؟ شهاب تو از اعتماد من و مادر سوء استفاده کردی. من دختر باشعوریم. هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم از اعتماد تو و مامان سوء استفاده کنم. مطمئن باش. 15 سالم هم نیست که احساسم به منطقم غلبه کنه. بزرگ شدم. تو رو خدا چشاتونو باز کنین منو ببینین. چرا نمیخواین باور کنین که منم میتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم؟ میخوری؟ بزن شما چی باشه؟ کوکا. خیلی درد میکنه.
نیست. بهتره به جشنمون فکر کنیم. جشن؟ تولدت مبارک. ولی تو از کجا فهمیدی؟ فهمیدم. کار اون احمد دهنلقه. دوست خوبیه. قدرش رو بدون. حالا چی میشه؟ نمیخوام راجبش صحبت کنی. بازش کن. باشه. ولی بی ولی. بازش کن. دیوونه ای؟ چرا چیزو به این گرون قیمتی خریدی؟ نگفتی پدرت اگه؟ از پول خودم خریدم. ولی من اصلا راضی نیستم همچین چیز گرونی برام بخری. بهتره پسش بدی. مثل اینکه تو عمدن میخوای امروزمون رو خراب کنی، نه؟ آخه بهتره تمومش کنی وگرنه قهر میکنم میرم. باش، قبوله. بیا شماره موبایلت. دستت درد نکنه عسل خانم. خیلی کرتی. ما بیشتر. چطور به خودت اجازه دادی با برادرای من؟ حسام بندازش بیرون کثافت عوضی را. برو بیرون حمال بیشوز. بیرون! احترامتو نگه دار. مثلا اگه احترام خودم رو نگه ندارم میخوای چی بود؟ حسام پسرم چه کار کردی کثافت؟ بله بفهمید. یعنی پسر احمقا بگید نره بیرون. هم بهت بخرفتم هم بیچاره. بابا مثلا چیکار کنم؟ تا اجازه ندم حق بیرون رفتن از خونه رو نداری. میشه خواهش کنم اینقدر بهش فکر نکنی؟ همه چی درست میشه. قول میدم. حالا یکم استراحت کن. باشه؟ امیدوارم خوابای خوب ببینی. شب بخیر. خوابای خوب ببینی. استراحت کن عزیزم. شب بخیر. بله؟ سلام خانم غریبی. من امیرم. لطفا قطع نکنید. فقط به من بگین حال عسل خوبه؟ پدرش همه چیزو فهمیده پسرم. بذارین برای آخرین بار صداشو بشنوم. من از محبت مادرها هیچی نمیدونم. چون هیچ وقت نداشتمش. ولی میدونم همه مادرها مهربونن. همه مادرها میدونن عشق یعنی چی. پس نذارین ناامید برگردم. گوشی رو نگه دار. سلام. چطوری؟ خوبی؟ امیر میخوام اجازه بدی از زندگیت برم بیرون. نمیخوام بیشتر از این باعث آبروریزی تو و خانوادت بشم. من بدون تو نمیتونم. اگه تو رو ازم بگیرن خودمو میکشم. تو فکر میکنی دور شدن از تو برام آسونه؟ من حاضرم بمیرم تا تو زنده بمونی. حالا میخوای از پیشم بری؟ من نمیذارم. قطع کن عسل. بابات اومد. موبایلتو همیشه روشن بذار.
زودتر اصل و عقد کرده بودیم دیگه هیچ مشکلی نداشتیم. ما که از خدامون بود، خودش امروز فردا میکرد. بازم دیر نشده. باید به هر ترتیبی که میتونی اصل راضی کنی با حساب ازدواج کنه. چرا متوجه نیستی شهاب؟ دخترمون یه هفته از لب به غذا نزده، وقت شما نشستیم اینجا مدام درباره ازدواج صحبت میکنیم. در هر صورت مادرها بهتر زبون بچه‌هاشون رو میفهمن توران جون. دقیقاً برای اینکه بهتر میفهمم دارم میگم محال اثر زیر بار ازدواج با حسام بره. تا اون پسر بیشعور خودشو کنار نکشه امکان نداره اصلا موافقت بکنه. چطور ممکنه آدم با کارگری پدرش دوست بشه؟ برای من اصلا قابل هضم نیست. بهتره همه چیزو بذاریم دیگه تا 2 روز دیگه این پسر رو پیداش نکنه کارخونه اخراجت میکنم. ولی قربان ما قسم مخرم نمیدونیم تو کجاست. نه تو میتونی پیداش کنی. آخون بهترین رفیق توه نه؟ نگران نباش پسرم، مطمئن باش این روز فردا احمد آقا هم پسر رو میبینه. اگه نه میتونی روش حساب کنی. یه وقتی فکر نکنی واسه خودم بگم ما رو اگه از اونجا اخراج کنن فدا یک تارمون. تو رفاقت در حد ما تکمیل کردی رفیق. ما فقط میگم شاید یک چند درصدی برای خودت بهتر بشه. تو که چیزی از دست نمیدی ها. میگم میخوای به یعقوب بگم یک جای رو مشخص کنه بیا اینجا همدیگه رو ببینیم ها؟ بهتر نیست برام؟ نمیخواد، خودم میام. من که دیگه چیزی ندارم از دست بدم. میام ببینم دیگه چی میخوام بارم. حالش چطوره؟ کی؟ اصل؟ ها ببینیش؟ اگه میدیدمش حال روزم این نبود. دلم بد جوری هواشو کرده احمد، بد جوری. میشه ازت خواهش کنم؟ بگو. ما میخوام که سر صورت یک اصلاح بنی یک لباس مرتبم بپوشی بیای کارخانه. آخه ما دوست ندارم اونا زاری تو ببینن لذت ببرن. این کارو به خاطر ما منی داداش ها؟ باشه رفیق. خواهش میکنم ازم قبولش کن. اگه این کار نکنی دلم میگه پیشت باشه جیب من تو نداری یارم ها؟ گوشی لطفا. بله بفرمایید. آقای یعقوبی، آقای امیره یکی اومدن کارتون. لطفا بفرستید تو چایی هم برای ما بیارید. مرسی. بفرمایید. سلام قربان. سلام عزیزم. بفرمایید بشین. شما هم برو سر کارت. چشم. اولی که از بابت اتفاقی اون رو افتاد واقعا ناراحتم. خب دست خودم نبود. مطمئناً واسه عذرخواهی منو دعوت نکردید اینجا. درسته؟ ببین اصل و پسر من با هم نامزد هستن. من مطمئنم این موضوع رو اصل از تو پنهان کرده. وگرنه هیچ آدمی با غیرتی دستش رو دختری که صاحب داره نمیذاره. حالا هیچ دیر نشده.
میدونی فکراتو بکنی برگردی شهر خودت. شما آدم دروغگویی هستید آقای یعقوبی. اصلا هیچ وقت به پسرتون علاقه‌ای نداشته. من همه چیزو میدونم. مثل اینکه تو کلت به جای مغز گچ ریختن. چرا حالی نیست میخوام کمکت کنم؟ بذار یه چیزی رو برای همیشه روشن کنم. تا وقتی که اصل منو بخواد من کنارش میمونم. برو بیرون، برو بیرون. الو الو حسام. الو صدا قطع و وصل میشه. الو الو الو. خیلی خوب. تونستی کاری کنی پسر گورشو گم کنی یا نه؟ این پسر احمق اینجا بود به هیچ وقت زیر بار نمیره. الو الو حسام. من ناصرم. بهتره قطع نکنی و به حرفم گوش کنی. البته اگه زنده موندن احمد برات مهمه. کثافت عوضی. من امیرم. چرا وای شدی؟ تو بیا دیگه.
آقا سلطان بله ناشر خان بگیر. روزی یه دفعه سر ساعت 10 صبح بهش تزریق میکنی. بگیر. ولی این که واسه من کم ناشر خان با وفا. نگران نباش، کم آوردی میدم بچه ها برات بیارم. از کجا چی؟ از خودم بدم؟ بگیر. حالا شد یه چیزی. صدقه جوان صدقه. تا کی ادامه بدیم حسام کن؟ تا وقتی که دیگه نتونه ترک کنه. میفهمی که؟ آره. فقط یه خورده خیالم از بابت این پسر احمد ناراحت. خاطر جمع باشه. اون مثل موش تو دستای پدرمه. فقط یه چیزی، دیگه این مرا زیاد آفتابی نشو. ولی اگه میشه خودتون زحمتشو بکشید ممنون میشم. نه تشکر میکنم. خداحافظ. بخور. چه خبر؟ همه چی رو به راه شده. یه اون پسر احمق نمیره صد راهمون بشه. منظورت چیه؟ تا یه هفته دیگه برای همیشه از زندگی اصل میره بیرون. امیدوارم کاری نکرده باشی که گرفتار عذاب وجدان بشی. نه داداش، خیالتون راحت باش. میخوام تنها باشم. سرم یکم درد میکنه. میخوای یه آرام بخش برات بیارم؟ نه خوب میشم. خداحافظ. سلام. چطوری تو رو؟ اصل چطوره؟ خوب آروم باش. میخوای یه هفته ببریم شما؟ پس میگه چی کار کنم؟ من که هر چی میگم یه اما جلوش میذاری. ببخشید قربان. برو بیرون. بیرون! نه با تو نبودم. باشه تماس بگیر. خداحافظ. بگم که یخته.
بگی سمیه چند روزش چطوری بچه پر رو باش بگذره کار داشتیم ما دمه داریم دخترم چطور دکتر؟ حالش خیلی بده سریع هم بستریش کله شقی چی رو میخوای ثابت کنی؟ میخوای همینطور انقدر ادامه بدی تا خدای نکرده زبونم لال؟ نگهدار گفتم نگهدار دیوونه شدی؟ زده به سرت؟ توی این بارون نگه دارم که چی بشه؟ آره دیوونه شدم زده به سرم گفتم بهت نگهدار ولی در رو باز میکنم دوران نرو بیا برو بشین فکر نمی کردم اینقدر سنگ دل باشی مال من آن قلب مهربون عاشق تو تبدیل به یخ کردی بابا اگه من اصرار میکنم فقط برای اینه که مال منالم دست یکی دیگه نیفته هرچی باشه اون برادر زادمه چرا نمیفهمی؟ به چه قیمت؟ به قیمت از دست دادن جیگرگوشمون؟ خواهش میکنم دوران بیا برو بشین میریم خونه میشینیم با هم صحبت میکنیم بیا برو سرما میخوری نه تنها برو من دیگه نمیخوام کنار تو باشم تو حتی سعی نکردی که منو اصلا بفهمی ما میریم دنبال زندگی خودمون تو هم بهتره بری بچسبی به همون برادرزاده ناتنی تو ثابت کردی که برای اون بیشتر از بچه درسش قائلی باشه دوران خواهش میکنم برو بشین قول میدم بابا غلط کردم خوبه برو بشین تو ماشین باشه جبران میکنم یه برو بشین تو ماشین بابا همه دارن نگاهمون میکنن برو بشین خواهش میکنم دوران چطور تونستی با این جوون این کارو بکنی؟ من به خاطر آینده اصل خودم این کارو کردم. به چه قیمت؟ به قیمت نابودی جوون؟ این همون کسی که باعث مریضی اصل و به هم خوردن خانواده شد. خودش خواست که این بلا سرش بیاد. من باید بهش حالی میکردم که نباید با فامیل ما در بیفته. بهتر منو وارد کثافتکاری خودت نکنی. برو بیرون. برو بیرون. شما داری زود تصمیم میگیرین عمو جون. میگم برو بیرون. ببرش بیرون.
مگه شما همینو نمیخواستی؟ حالا میتونی خوب نگاه کنی با منی که تنها جرمم عشق بود این کارو کردی. موفق شدیم. بهتون تبریک میگم. دستتون درد نکنه. اینو نمیخواستی تو چی ناراحتی؟ خواهش میکنم تو رو نشکن. خدا شاهده من هیچ تقصیری نداشتم. اون پسره احمق نه تنها تو رو بدبخت کرد بلکه ما رو بدبخت کرد. زندگیمون ازم پاشون. اصلا من داره میمیره. الان 15 روزه که نه به هیچ چی نزده، فقط سرم. دکترها ازش قطع امید کردن. فقط تو میتونی نجاتش بدی. فقط تو میتونی اونو به زندگی برگردونی. باید کمکم کنی. چیه حالت خوب نیست؟ چیزی نیست. انگار دارم سرما میخورم. خوب میشم. تو که خوب باشی منم خوبم. خودم میخورم.
خوبی؟ قربونت چه خبر؟ ای تو برایی؟ مرسی. این همین موردیه که تلفنی صحبت کردیم. مشکلی نیست. مطمئن باش مثل روز اول بهت برش میگردم. کار ندارم. مطمئن باش سمی رو که در مدت 2 ماه به تو تزریق کردم در 24 ساعت آینده از بدنت خارج میکنم. الله اکبر. سبحان ربی الله سلام برو. سلام. چیکار داری؟ اومدم خدمتتون. اگه میشه حال امیر رو بپرسم. آخه میدونی آقای مهندس همش تقصیر ما بی. من همه چی میدونم. اینا میدونم که تو هیچ گناهی نداری. بگی بشین. نمیخواد. همینجا راحت. میدونی آقای مهندس همش تقصیر ما بی. اگه اون روز ما ازش نمیخواستیم بیاد کارخانه اتفاقات نمیافتاد. شما که خودت بهتر میدونی که ما یک پدر مادر پیری درم برای اونا زحمت میکشم. ما که کسی ندارم. اگه یک ما برای اونا پول نفرستم زندگیمون از بین میره. به ما مرزا ما خواستم کمکش کنم. فکر کردم اینجوری برای خودشون بهتره. به خاطر همین گفتم بیاد دیجه. ما که دار دنیا کسی ندارم. اون مثل داداش بید برای ما. مایم داداشمونو. الان میخوام کمکش کنم. آی مهندس تو رو خدا بذاریم برم کمکش کنم. دلم براش تنگ رو بوده. من همه چی رو میدونم. اینم میدونم که تو هیچ گناهی نداری. بگی بشین. بگی بشین. بشین. آی مهندس فقط ایزی بدیم ما چند لحظه بتونم ببینم. دلم خیلی براش تنگ افته. دلم به کمک ما احتیاج داره. غیر از ما کسی نداره. خودتو سردرش نکن. اینم بدون امیر هنوزم تو رو بهترین رفیق خودش میدونه. باور کن. خودش گفت همین که حالش خوب شد میبرم که ببینیش. مطمئن باش. دست شما در نکن. سلام. خوش اومدید.
های لیلی لیلی ها لیلی لیلی های لیلی لیلی ها لیلی لیلی ها لیلی لیلی ها لیلی لیلی اینا همه کار تقدیر و وقتی که لیلی نمیتونه دلمون سر کنه با خیلی آخه خدا هوامونو داره و نمیخواد ببینه تو چشم من و تو بارون و سیلی اینا همه کار تقدیر و وقتی که لیلی نمیتونه دلمون سر کنه با خیلی آخه خدا هوامونو داره و نمیخواد ببینه تو چشم من و تو بارون و سیلی شهاب جان شهاب بیده بینم ببخش از همه شما به خاطر همه چیز ممنونم. از شما که طعم محبت رو بهم چشوندین. عشق و گذشت رو بهم یاد دادین. امیدوارم پسر خوبی براتون باشم. امیدوارم منو ببخشی پسرم. خواهش میکنم. بابا جان بابا چیزی شده؟ هیچ. چرا آقا حسام تشریف نیاوردن؟ حسام اونقدر از کار زشتش پشیمون بود که میخواست برای همیشه از ایران بره، اما پلیس توی فرودگاه دستگیرش کرد. واقعا متاسفم. ما با بچه ها میریم تا دربند. یواش برونید، مواظب باشید. خداحافظ. خداحافظ. بیا این قرص بخور، سردردت خوب میشه. سردردم با این چیزا خوب نمیشه توران. منو نگاه کن، تو یه چیزی هست. چی شده؟ تو کارخونه اتفاقی افتاده؟ نکنه پشیمون شدی؟ نه. پس چی؟ چیه که تو رو اینجوری به هم ریخته؟ به هم بگو، مطمئنم میتونم کمکت کنم. نصف جونم کردی، خب بگو چی شده؟ هیچکی نمیتونه کمکم کنه، هیچکی توران. هر مشکلی یه چاره ای داره جز مرگ. چی شده شهاب؟ تو داری من میترسونی. صحبت مرگه توران، صحبت مرگه. تو داری از کی حرف میزنی شهاب؟ واضح‌تر بگو تا قلبم از کار نیفتاده. کی قراره بمیره؟ حرف بزن. من
سلام مامان. چیه ناپولا؟ باز با بابا دعوت شده؟ کی مامان خوشگل نازم اذیت کرده ها؟ مامان بلند شو ببینم چی شده. مامان بدبخت شدیم اصلا. مامان بیا از قرار امروز من تو باید تنها نهار بخوریم. مریضی هم خانم که زیاد جدی نیست. خدا کنه شیدیش نشده باشه، ولی فکر میکنم تو راه اثر یه چند روزی اونجا مهمون باشم. اگه اجازه بدید من برم اونجا، شاید کمکی چیزی از دستم بر بیاد. نه راستش وقتی بیماری عمه عود میکنه قیافش خیلی بد میشه، برای همین دوست نداره هیچ کی ببینتش، حتی من. خدا شفاشون بده. تا شما سر صورتتون رو بشورید من یه چیز آماده میکنم که بخوریم. دست در نکن. کیش مشکلی پیش اومده؟ مثل اینکه حالتون خوب نیست. نه من میرم استراحت کنم. خسته نباشید. سلام. چطوری شهاب؟ امیر چطوره؟ بویی که نبرده؟ نه خیلی حیفتونم، خیلی. ای کاش راهی داشت کمکش کنیم. با اینکه همه چیزو براش گفتم ولی اون مصممه که باهاش ازدواج کنه. نکن دیوونه شده. اون دیوونه نیست شهاب، عاشقه. یا عاشق واقعی. واقعا پسر مهربونیه توران. من میخواست کمکش کنم ولی امکان نداره اون تن به این ازدواج بده. هرچی باشه اون ایس داره توران، ایس.
اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه بابا؟ آره دیگه خوبم. همه چی رو به راهه. از خوشبختی زیاده. خوب وقتی اومدی بابا. ماهی سفید گذاشتم تو فر. بیا بخوریم. چیه؟ انقدر دلت برای بابا تنگ شده؟ بیخیال. تخته باز بر. اصل مهربانم سلام. همیشه عاشق بمان، چرا که عشق تو را به خدا نزدیک میکند. اما یاد خداست که احساس تنهایی نخواهی کرد. نامه هم را با گریه می نویسم، اما برای خودم گریه نمی کنم. برای انسانهای بیچاره‌ای می گریم که گمان می کنند با نابودی زندگی دیگران زندگی تو هم با آسایش و آرامش به دست خواهند آورد. برای عزیزانی می گریم که دوری از من اونها رو زجر خواهد داد. برای تو اصل مهربانم، چرا که فرصت نشد تا محبت‌هایت را جبران کنم. خدایا منو ببخش. من از یأس و ناامیدی طعم جدایی ندادم، بلکه نمیخواهم موجود یا موجودات دیگری را به مرز نیستی بکشم. چون من عاشق همه آدم‌های عاشقم. کسی که همیشه به یادته. امیر. تو فکر میکنی من دوستت ندارم بابا؟ من میدونم که تو میخواستی مادرم رو طلاق بدی، واسه همینم اون خودشو کشت. لابد اینم دروغه. آره؟ کدوم زشته؟ دروغ گفتن تو یا سیگار کشیدن من؟ کدوم پدر؟ واقعا کدوم؟ بسته دیگه! چی شده عمه جون؟ خواب بد دیدی؟ الان میرم برای لیوان آب میارم. بیدار شده؟ آره. چی شده؟ چرا لباس پوشیدی؟ مامان خواهش میکنم چیزی نگی. فقط زودتر منو برسونی شمال پیش امیر. فقط 3 ساعت مونده به صبح. مامانت راست میگه عمه جون. روز حرکت کنیم بهتره. یه جوریم انگار یه اتفاقی میخواد بیفته. خیلی خوب عزیزم. الان میرم به بابات تلفن میزنم بیاد ما رو ببر.
سلام. خوبی جان؟ حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. خیلی خوش آمدین. متشکرم. چه عجب. میشه بگین آقا امیر بیان دم در؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی شده دخترم؟ امیر خونه است مگه نه؟ معلومه. خوابه. میشه لطف کنید بگید یه چند دقیقه بردم. خب بفرمین داخل. تشکر میکنم. بفرمین. خیلی ممنون. لطف بکنید. آقای غریبی توی اتاقشون نبودم. یعنی چی؟ ولی یه نامه برای شما دخترم گذاشتم. معمولا صبح میره لب دریا برای تمرین. شاید الان اونجا باشه. دقیقاً کجاست؟ پشت ساختمون لب دریا. آقای غریبی بفرمایید تو. من میرم دنبالش. وایسا با هم باز تنها میرم. آهای عزیز خوبا برات آواز میخونم، برای تو نازنینم از ته دلم میخونم.
صدای بسته مثل ناله‌ای شکسته اگه بغزه بی بهونه راه این گلو رو بسته اما تک تک نفس ها باز داره از تو میخونه اما تک تک